ما وقتی که جوان بودیم همین مدرنامه استاد لایق میخوندم قدر مفهومش درک نمیکردم که مادر استاد پیر بود. اون صورتایش میبودیم مادر استاد پیر بود، میفتم که خیر مادرش پیر بود است چی میخواد؟ پیر کشد آدم ها میروان کنم. بعد کلان شدیم وقتی که مادرم بیمار شدن همین چیز بعد به قدری همون دردهای استاد لایق رسیدم که یقیقا چی است. ما در عائله 10 نفر هستیم. مادرم سال 2016 بندگی کردم. مادرم خود جسه بودم، بسیار بغیرت بودم. ما فکر میکردیم که همه رشته اموری کار تمام اولاد در دست پدرم است. همه کار هم شکست ریختیم زندگی پدرم حل میکنم. وقتی که مادر را دست دادیم بعد فهمیدیم که اون همون کفشیر بین هم مادر بوده است. رشته ها همه در دست مادر بوده است. نه مادر خدا رحمتیم از نام پدرم چنان ماهرانه اداره میکردن که حتی خودی پدرم به همین باور کردن که گویا که اون اولاد اون کسی اداره میکرد. بعد که مادر را دست دادیم بعد کم بودی اون کس بسیار احساس شد که اون کفشیر بین نمیرسید. مادر من کتاب بسیار میخوندن، کتاب های بدهی. بعد شعر بسیار میدونستن و دعا میدادن. همیشه دعاشون قافیه دار بود. یگان دوره های مشکل حیات بود بعضی لب زمزمه میکردن. یعنی بیتی کدام شاعر خلقی حیف عمر بچگیم کاش که قلندر میشدم، شاستون خانقا یا زنجیر در میشدم. یا خودشان زیر لب نصیحت میکردن یگان بیتی چون پیر شدی حافظ از میکده بیر میشد. بسیار آدم رمز فهم بودن. بعد یک جاذبه داشتن که هم صحبتشون بسیار تسخیر میکرد. لابا به این بسیار هنرمند بودن. ما خرد بودیم. مادرم شبای دراز جامعه میدوختن. ما سفارش میدادن. این فرارانه بازیه که هست بازارها پول خیلی بسیار کمیچه بود. با همون فرمایشی مردم همدهگاه و خشت با جامعه میدوختند. شبای دراز جامعه میدوختند. و همین مهر با یک رادیوی چی داشتیم، یک رادیوی اکیان داشتیم. وقتی که برنامه‌اش برای تاجیکستان انجام میشد، برنامه‌های دری برای افغانستان، پاکستان سر میشد. ما همین مهر با رادیو و برنامه‌های رادیو از این مادرم گرفتیم. راستی از مادرم همین چیز. امروز اکنون از بلندی سالها نگاه میکنم و این عمری طی کردگیم که زیاد از نیم عصر عمری طی کردگیم. حیران میشم که این مادر من کدام اساس به همه قابلیت ما امید میبسته است. ما خودم میبینم که یک فرزند بسیار ناقابل و نالایق بود. از نظر خودم میگم که این مادر چقدر باید فرزندش دوست دارد که بعد با همون آخران کامیاب شدن فرزندش خوشباور باشد.
این همین تنها مهر مادری به فکرم شرح داده میشه توسط مهر مادری، دیگر یگان و این چیز برفکی بروی یغبم بار منم، مرده که سراغ آچن رای منم، کو آچه دل سوزه بگیرد خبرم، در جا کشیش تگی نسوزه جیگرم، در لبک قبرستان جوی آوی، یک آچه کی نردنی حالم خواهی، خواهی خواهی در روح کاش محتاوی، دمش نزنین که جگروش زرداوی، دمش نزنین که دیلکوش زرداوی. ما فکر میکنم که چقدر اون رفتن گیرد امی همه فرزنده به فکرم همه یک گپ میگون، اگر مادرشون باز بینن مادر مرا ببخش، همه از امی از کوتاه دستیش شکایت میکند، برای اینکه هیچ کس جای مادر گرفتن نمیتوند. یک این خیلی حقیقتی که همه میگوین، یک چیز است که وقتی که فرزند بیمار میشود، مادر آماده است که جان خودش رو تیاد این فرزندش خرد. همین چیز فرزند رو دیر درک میکنه. فکر من همه خیلی فکر میکند که اگر برگشت ممکن میشد ما ممکن دیگه با خوبایی دوباره قطع ممکن تمامی بود باشمان میفروختیم و مادرمان ممکن خواهجه میبودیم، ممکن او کارهایی که نکردگیم ارمانهاش در دل ما ماندگی است. ما یک استاد داریم، استاد پیرمشای پروفسوران استاد است. همین که از وقتی که در همین معرکه‌های مدرم افسوس خوری های ما رو دیدم، گفتن که این چیز در دل همه فرزند میماند که ما اون قدری که باید شاید هست حقی مادر هست، ما خدمت کردن نتونستیم. گفتن که این در دل همه هست. گفتن ما از پی زندگی شده حسین جان از سال 89 برو آمدیم از دهه، دیگر همین یگان سال پره که قطعی مادرم زندگی کردیم روشم نیست. برای همین وقتی که ما تابستان ها می رفتیم مادرم شبای تابستان بسیار کم است، بعد کم مهمان ها رو گسل میکردن، بعد یک چاینکچه چای میکردن، یک لغچه قند گرفته می آوردن، هم سری بالنی ما جای که نخوامه همجا میشتن، هر تا بامداد گپ میزدیم. مادرم اکو همه خصلت‌های مادرها به فکرم که یگان خصلتی بد نداره. از نگاه فرزند نگاه کنیم به مادرها، مادر من به زندگی بسیار خوشبین بودن، از خدا همیشه امیدی بهی داشتن، امیدی خوبی داشتن و بسیار بخشندگی نهایت یک بخشندگی و همت خودشون مناسب داشتن که ما هم خیلی نداریم. اگر یگان همسایه میرنجان میشد برای خیلی در دهه رو باید میکن این 10 نفر همه چی دارد، همه فرزندای خاندار کردیم. اگر یگان گپ نشد باید نشد، یک روز ممکن از همه آدم قهر میکردن و میگفتن که خیلی هم به عقل
خود میگذاشتم از گناهش. از فرزندا خفه نشدن نگه، همون ساعتی که با هم فرزند اومد داره بر گناهش میگذاشت. مادر من یک گفتم در اول صحبت گفتم که مادرم دعاهای بسیار قافیه دار میکردن. یک دعاشون همین بود که اول خدا، آخر خدا، ظاهر خدا، باطن خدا، توکل هر بنده مومن به خدا. من فکر میکنم که جوانان امروزه نسبت ما هوشیارترند و جوانان امروزه میگم که من بسیار بزرگانی که به مرتبه بلند رسیدن تحلیل کرده برامدم که اونها یکی از سببهای موفقیتشان همین قدر مادر دانستن بوده است. قدر مادر دانستن است. نصیحت من همین است قدر مادر بدانید. و مادرها چنین تمنا دارم که همشون اولش سر یگانشون درد نبیند، فرزنداشون صحت سلامت باشد، همشون به دولت پیری رساند، راحتی نه تنها فرزندانشون بلکه حتی نبیرگانشون ابیرگانشون بینن، از دنیا کام دل گیرن، کام دل ستونن. این حقیقت کل است که مادر به مثل فرشته است. جامعه ما رسما جامعه پاتریارخالی بود در عصرهای دراز، ولی همون پاتریارخالی، همون رشته امور خواجگی در دست مادران بود. برای استاد لایق میگوید که گر رود زیر زمین یا به فلک خیمه زند، هر کدام مرد بزرگی گرفتاری زن است. گرفتاری شکل چی است؟ همون رشته امورش در دست همونست. ما فکر میکنم که برای آینده چقدر مادرای ما خودشون تحصیل دیده باشن و سواد باشن، برای نسل آینده من فکر میکنم که فایدهش نسبت به اونی که بر فرزندان در مکتب تحصیل بیشتر کنن، فایدهش بیشتر میرسه.